خب آقای قادری، جانم. توی این حوزه با هم گفتگو بکنیم. تا اینجا ما فهمیدیم که بهاییت دین نیست، تشکیلاته. بله. اگر دین نیست تشکیلاته، آداب دینیشون چجوریه؟ مثلا قبلهشون کجاست؟ قبلهشون عرض کردم عکا قبر بهاءالله، یعنی به سمت مکه نماز نمیخونن؟ نه 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 17 درجه با مکه فرق میکنه. در اسرائیل شهر عکا قبر سید میرزا حسین علی نوری مازندرانی ملقب به بهاءالله. حالا موقعی که زنده هم بود این شعارش این بود همه اعمال رو به جا بیارید حبا لجمالی، برای خاطر من. ایشون تو عکا بوده. من تعجب میکنم از بهایی ها. بعضا سوالم میکردم که خب بهایی های ایران از کجا میدونستن ایشون در کجای عکا قرار دارن، رو به اون سمت بخوان نماز بخونن، در شرق، شمال، جنوب، غرب. حتی موقعی هم که زنده بود خودش قبله متحرک بوده. وقتی هم مرده آقا یعنی الان مثلا یا بهایی که زمان ایشون میخواستن نماز بخونه باید تلپاتی میکرده ببینه کجاست بعد به سمتش نماز میخونه. چجوری قبله رو پیدا خودش گفته ای شیخ مهدی گیلانی در قبال ایرادی که به اصل قضیه گرفته گفته ای نادان، دور از شأن روحانیت عزیز، میگه ای نادان دیدار صورت من بهشت است و دوری از دیدار صورت من جهنمه.